با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. میریم سر اصل مطلب. یه مقدار در مورد سوسک فرش و بید فرش با هم صحبت بکنیم. چند نفر سوال داشتن. دوستان عزیزی که خونتون بیمار دارین یا داخل خونه مریضی دارین که امکان جابجاییش نیست، نگران سمپاشی کردن منزلتون نباشید. ما از روش‌هایی استفاده میکنیم. ما اصلا شعارمون اینه تا جایی که بتونیم از مواد شیمیایی کمتر استفاده میکنیم و اگرم بخوایم موادی استفاده بکنیم سمومی استفاده میکنیم که کلروفسفر نباشه، یعنی بوی شدیدی نداشته باشه، برای انسان ضرر نداشته باشه و سموم مجاز باشه. اکثر سمومی که ما استفاده میکنیم روش نمیشه برای انسان و حیوان خونگرم هیچ گونه مسمومیت و حساسیتی ایجاد نمیشه. اما شمایی که مشکل داری و نمیتونی سمپاشی بکنی، بالاخره باید محلت پاکسازی بشه یا نه؟ این هرچی بمونه بدتر میشه. یک سرایت میکنه به کسایی دیگه، به منازل دیگه. پس بنابراین کسایی که سوسک فرش یا بید فرش دارن سعی کنن حتما تونتون خونه رو جارو برقی بزنن، پاکت جارو برقیشون رو پاکسازی کنن یا تونتون تعویض بکنن و تماس بگیرن. ما برنامه‌ای براشون میذاریم که بدون ترک محل با استفاده از سموم گیاهی و روش‌های تلفیقی این مشکل حل بشه. اصلا نگرانی این که آقا من خونه مریض دارم نمیتونم جابجاش کنم و این صحبت ها نیست. سرمایه هم که استفاده میشه تماما عرض کردم برای انسان مسمومیتی ایجاد نمیکنه. سوسک فرش یا بید فرش خیلی سریع زیاد میشه، یعنی جدی از کنترل خارج میشه. شما کاری نمیتونی بکنی. الان شاید بتونی جلوشو بگیری که تازه شروع شده، ولی بعدن که زیاد بشه دیگه هیچ کارش نمیشه که جز سمپاشی محیطی. پس بنابراین پولاتون هم دور نریزین. الکی پول بیتکوش و نمیدونم نفتالین و اینجور چیزا، اصلا نفتالین خودش برای انسان ضرر داره. اینو هیچ موقع فراموش نکنین. استفاده از نفتالین ما اصلا تایید نمی کنیم. و در مورد مطلب دیگه ای که میخواستم توضیح بدم خدمتون، در مورد خارش‌های بدنه. دوستای عزیز، کسایی که پوست بدنشون خارش داره برید پیش پزشک. پزشک تایید کنه شما مشکل حشرات دارید، تماس بگیرید، ما کمکتون کنیم. در خدمتتون هستیم. و لطف کنید پست‌ها رو هم کامنت بذارید. ما پستمون تو اکسپلور نمیره به خاطر اینکه کامنتامون پایینه. محبت کنید، پست‌ها رو حمایت بکنید. یا علی، موفق باشید.